ما می توانیم که خود اصلاح بسازیم. از اصلاح خود دین حق است. دین 1,24,000 پیغمبرای ما حق است. دین 1,24,000 انبیای ما حق است. 4 کتاب آسمانی حق است. 105 صحیفه سماوی حق است. تماما چیزی که از 1,24,000 پیغمبرای ما از ابتدای خلقت اولاد حضرت آدم تا به این دم آمده همه حق است، مگر تکمیلیت قرآن حق است، تکمیلیت شریعت ثابت می سازه، تکمیلیت دین اسلام ثابت می سازه، تکمیلیت کتاب الله را ثابت می سازه. که امی قدرتی که امروز در وجودای شماها در وجودای شماها تحولات و تغییرات را آورد و هم همش در تمام بشریت، در تمام اولاد حضرت آدم تحول و تغییر آورد. و امروز این تغییر از راه عقل ما تو نمی آید. دوست و برادر عزیزم، خواهر عزیزم، یک کمک غیبی است این مکتب، یک کمک آسمانی، امان طوری که تو را تغییر داد، امان طوری که تو را در افغانستان تغییر داد، او را در امریکا تغییر داد، او را در استرالیا تغییر داد و او دیگر در انگلستان تغییر داد و او دیگر در افریقا تغییر داد و او دیگر در چین تغییر داد و او دیگر در روسیه تغییر داد و او دیگر در هندوستان و در پاکستان و در عربستان و در دبی و در اونجا تغییر داد. امروز بدانی که یک کمک غیبی در این مکتب است. خواهر عزیزم، برادر محترم، این گپ عادی فکر نکن. پیام مؤسس و بنیانگذار مکتب معرفت حقیقت قرآن عادی فکر نکن. این به 8 میلیارد انسان است که ثبوت کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله را کنه. تو دشمنی با ما نکو. او بیادر مسلمانم، او بیادر مؤمنم، او کلمه گوی پیغمبر علیه السلام، با ما دشمنی نکو. قدرت قرآن میخوایم ثابت بسازم، قدرت شریعت ثابت می سازه، قدرت کلمه را ثابت می سازه، قدرت ملکوتی گوهرهای آسمانی را مکتب معرفت حقیقت قرآن به لسان چینایی، به لسان جرمنی، به لسان انگلیسی، به لسانهای مختلف اردو، روسی، بر سر تا سر جهان وحدت، اتحاد، اتفاق، محبت با نور کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله وحدت میاره، اتحاد میاره. و ضامن دین الله پاک گفته که من خودم هستم، او ضامن آل یار و یاور شده. امو یاریه که تو را تغییر داده، امو یاوری که تو را از عالم نفست محاکمه کرده، قلبت بیدار کرده، روحت پرواز داده. امو ضامنی که امروز علم روحانی را در قلبت گویایت می سازه. نمیدانی، در صحبت میشی، هیچ نمیفهمی، بی اراده میشی، هیچ نمیفهمی، نشه میشی، هیچ نمیفهمی، روحت معراج میکنه، هیچ نمیدانی، مگم مشاهدات عینی برات پیدا میشه، هیچ نمیدانی، اشکت روان میشه، هیچ نمیدانی، هیچ چیز نمیفهمی، از هیچ چیز مکتب آگاهی نداری. یک صدای مؤسس مکتب معرفت حقیقت قرآن میشنوی و خودت در روسیه هستی، خودت در استرالیا هستی، خودت در امریکا هستی، خودت در اروپا هستی، یک صدایش میشنوی، با یک صدایش میگی صدا، لسانش هم نمیفهمی، لسانش نشته میشه، ترجمه در زیر صحبتای من ترجمهش نشته میشه. میمه صدای می آدم که شنیدم، من یک آرامش برام پیدا شده. امی آدم کیست؟ امی کیست؟ امی چی پیامی داره؟ این پیام صلح داره با اولاد آدم، پیام وحدت داره، پیام اتحاد داره، پیام اتفاق داره، پیامی داره که این دشمنی که بین یهود و مسلمان است از میان برداشته شود. پیامی داره که این دشمنی های ما جایی را نمیگیره. این دشمنی ها به نام قرآن و به نام شریعت و به نام تورات و به نام زبور و به نام قرآن و به نام انجیل و یا به نام دیگر ادیان سماوی در کره خاکی اصلا این تفرقه ها اصلا رضایت الله ایت نیست. این رضایت نفس های ماست که ما دین ناقص درک کردیم، ما شریعت ناقص درک کردیم، ما پیام الله را ناقص درک کردیم، ما پیام الله را چیز دیگه شنیدیم. پیام الله وحدت است،
پیام الله مهر است، پیام الله دارایی است که بشریت مسیر آدمیت و کرامت و اشرفیت و عزتش برش ثبوت بکنه، پیامی که عزتش ثبوت بکنه، پیامی که عزت اولاد عزت آدم بیاره، پیامی که وحدت بیاره، اتحاد بیاره، اتفاق بیاره، محبت بیاره، صمیمیت بیاره، دوستی را بیاره، برادری را بیاره و ثبوت نور الله را کنه، و ثبوت نور الله را کنه، قدرت های الله را ثابت بسازه، قدرت الله پاک ثابت بسازه، قدرت را قرآن ثابت می سازه، نور حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ثابت می سازه. امون نوری که در وجودایتان آمد، امون نوری که نماز می خواندی، روزه می گرفتی، کلمه خواندی، تهجد می خواندی، اوراد داشتی، طریقه داشتی، همه چیز داشتی، مگم زندگی قرآن آگاهی نداشتی، زندگی شریعت آگاهی نداشتی، زندگانی گوهر قرآنی را آگاهی نداشتی، زندگانی گوهر آفاقی را توسط قوی ملکوتی که در وجودت می آمد او را آگاهی نداشتی، مگم امروز او آگاهی در وجودت آمده. دوست برادر عزیزم، خواهر عزیزم، این درسی نیست که به ما تو باشه، این به جامعه افغانستان نیست، و این افغانستان کوچکی که شما داری این به افغانستان نیست، این به عربستان است، این به سوریه است، این به شرق و غربتان است، به سر تا سر اولاد حضرت آدم است. قرآن الحمدلله رب العالمین است.